расонаҳои эронӣ гузориш медиҳанд, ки солҳои ахир дар болои манзилҳои зисти сокинони шаҳрҳои ин кишвар батареяҳои офтобӣ ба чашм мехӯранд. вилояти Кирмон воқеъ дар қисмати шарқии Эрон шароити хуберо барои рушди тавлиди энергияи поки офтобӣ фароҳам меорад. این فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاری به داخل کشوره. از طرفی منتفع شدن ما هم این هست که این تکنولوژی منتقل میشه و بعد هم از این فرصت خدادادی استفاده میکنیم. این مسئول شرکتی تولید کننده برق آفتابی میگوید سرمایه‌گذاران خارجی فرصت خوبی مشارکت در رشد این ساحه را دارند. شرکت‌های تامین نیروی برق برای ساکنان تهران در نصب تجهیزات تولید نیروی برق آفتابی به طور امتیازناک یاری می‌رسانند. و یکی از دلایلی که ما در شهر تهران یا شهرهامون گرما بیشتر داریم در فصل تابستان این است که زمین خاکی رنگ و در واقع مثلا با علف تبدیل شده پشت بام و اینا باعث انعکاس خورشید گرما میشه. شما هر چی در واقع لوازمی بذارید که اینا بتونن انرژی رو جذب بکنن و از انعکاس جلوگیری بکنن گرما کمتر میشه. استاد دانشگاه تهران میگوید مقصدی اساسیش از شرکت در لایحه تولید نیروی برق آفتابی سهمگذاری در حفظ محیط زیست بود، ولی این عمل سودی مالی هم داشته است. در محاسباتی که کردم چه من این پولمو میذاشتم توی بانک سود بانکی میخواستم بگم چه این یکی میشد، در نتیجه میگفتم حالا برای چی بذارم بانک، اقلا این کار رو بکنیم که هم در واقع بتونیم یه کمکی به اقتصاد خودمون بکنیم، هم این که بالاخره از این سیستم که من در دانشگاه هم خیلی تبلیغ میکنم بین دانشجویان بتونیم حداقل یه نمونه‌ای داشته باشیم بگیم آقا ما این کار کردیم. تحریم امریکا به وضع اقتصادی ایران تأثیری منفی رسانده است. قرب پول ملی جمهوری اسلامی به قدر کافی بی‌قرب شد. به قبل کارشناسان سرمایه‌گذاری در این ساحه امکان دارد به هر یک ریال 10 ریال دیگر زم کند. در واقع به دلیل شرایط جاری کشور و نوسان قیمت ارز و ارزهای جاری و تورم که در متناوباً در حال تغییره سرعت یه خورده کمتر شده، ولی توسعه برای نصب و احداث این نیروگاه‌ها مد نظر هم دولت هست هم وزارت نیرو که امیدواریم در آینده پس از گذر از این شرایط بهبود بیشتر و سرعت خوبی رو داشته باشه. در بعضی منطقه‌های ایران سال تا 300 روز آفتابی به قید گرفته شده است. این منطقه‌ها در مرکز توجه شرکت‌های تولید نیروی برق آفتابی قرار دارند.